سلام به همگی. به کانال بهنود لنگویج اکادمی خوش اومدید. من بهنود اسلامی هستم، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علوم تحقیقات و کارشناس ارشد رشته اپلای لینگویستیکس از دانشگاه یورک انگلستان. من همینطور دو تا مدرک بین‌المللی تو زمینه آموزش زبان انگلیسی دارم به نام‌های تیسول و سلتا که مدرک دوم از دانشگاه کمبریج صادر میشه و میشه گفت که معتبرترین مدرک تو این زمینه در کل دنیاست. یادگیری زبان دوم، مخصوصا زبان انگلیسی، توی اکثر کشورهای جهان همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی بوده، چه برای بزرگسالا و چه برای خردسالان و نوجوانان. کسانی که توی این پروسه گام برداشتن و شروع به یادگیری زبان کردن، چه توی مدرسه چه توی آموزشگاه‌ها تجربیات متفاوتی داشتن. ولی تو خیلی از موارد شمایی که الان دارین این ویدیو رو میبینین احتمالاً با من موافق خواهید بود که تأکید توی خیلی از مراکز آموزشی بیشتر به سبک سنتی روی گرامر یا همون دستور زبان و واژگان یا لغت بود و تصور بر این بوده که با یادگیری و تسلط بر این دو مورد توی بحث زبان یک فرد میتونه خیلی راحت اون زبان رو پرودیوس یا تولید بکنه، حالا چه به صورت کتبی یا نوشتاری یا چه به صورت گفتاری در صحبت کردن روزانش. اما واقعیت اینه که اینطور نیست. خیلی ها رو میشناسیم، شاید حتی خودمون توی تجربه قبلیمون این بهمون ثابت شده که فقط با دونستن دستور زبانی گرامر و لغت نمیتونیم صحبت کنیم. شاید حتی بتونیم جملات خیلی بی‌نقصی رو تولید بکنیم و بنویسیم، اما وقتی بحث صحبت پیش میاد مشکل اساسی شروع میشه. چرا؟ چون اتفاقی که میفته اینه که سعی میکنیم واژگان رو دونه به دونه کنار هم بذاریم، بعد چک کنیم ببینیم از نظر گرامری درستن یا نه، حالا با توجه به فعلی رو باید استفاده بکنیم و خیلی موارد دیگه که توی بحث گرامری بهش پرداخته میشه. خب این عملی نیست. چرا؟ چون اسپیکینگ یه مؤلفه اختصاصی منحصر به فرد داره و اون اینه که هیچ thinking time یا زمانی برای فکر کردن وجود نداره. بنابراین کسی که میخواد صحبت کنه، مخصوصا وقتی توی یک موقعیت واقعی باشه که بهش میگیم real time، بدون فکر کردن باید بتونه اون زبان رو تولید بکنه، وگرنه هیچ مکالمه‌ای به صورت طبیعی و نچرال رخ نمیده. بنابراین خیلی مهمه که یک فرد برای اینکه بتونه روان و فلوئنت صحبت بکنه به موارد دیگه‌ای یا کامپوننت‌های دیگه‌ای در زبان اهمیت بده توی پروسه یادگیریش که بهش کمک بکنن که این روانی رو بتونه به حد اکثر برسونه و مدت زمان فکر کردن رو به حداقل. حالا چه بحثی اینجا پیش میاد؟ چند تا مورد هست که توی کتاب‌های آموزشی زبان مخصوصا تو سال‌های اخیر خیلی بهش پرداخته میشه و خیلی تونسته کمک بزرگی بکنه توی این مورد، توی بهبود اثر بخشی پروسه یادگیری زبان. من توی این کانال روی 3 تا مورد میخوام تمرکز کنم: کالوکیشن ها، فریزال ورب ها و ایدیم ها. خب این 3 تا مورد چی هستن و چرا تمرکز ما توی کانتنتی که توی این کانال قراره که از این به بعد تولید بکنیم روی این 3 تا مورد؟ ببینید، همونطور که تو مثالی که زدم گفتم، اگر ما بخوایم کلمات رو دونه به دونه کنار هم دیگه بذاریم موقع صحبت کردن یا حتی موقع نوشتن و بعد بخوایم چک کنیم که آیا اینها کنار هم دیگه از نظر گرامری درست هستند یا نه، مورد اولی که پیش میاد اینه که مدت زمان خیلی زیادی رو باید صرف فکر کردن بکنیم. مورد دومی که ممکنه پیش بیاد اینه که ممکنه اون جمله‌ای که تولید میشه اصلا از نظر یک نیتیو سپیکر یا کسی که زبان مادریش انگلیسی هست یا حالا هر زبان دیگه‌ای، من دارم بیشتر راجع به انگلیسی صحبت میکنم چون بحث ما بیشتر آموزش زبان انگلیسی، ولی این قضیه در هر زبانی صادق. ممکنه که از دیدگاه اون فرد که اون زبان که زبان هدف یا تارگت لنگویج ما هست زبان مادریشه، اون جمله یک جمله عادی به نظر نیاد، جمله‌ای نباشه که اونها توی موقعیت‌های مشابه به صورت طبیعی میگن، حتی اگر مفهومی رو که ما میخوایم برسونیم رو متوجه بشن. پس برای اینکه بتونیم تا حد امکان طبیعی صحبت کنیم
و یه مکالمه آثنتیک داشته باشیم. یه چیزی که واقعا اگر که رفتیم توی کشور خارجی یا توی موقعیت قرار گرفتیم که با یه فرد انگلیسی زبان خواستیم صحبت بکنیم، احساس نکنیم که اون موقعیت داره از حالت طبیعی و نرمالش خارج میشه، باید روی این موارد خیلی تمرکز کنیم که این هم روی پروداکشن ما تاثیر داره و هم روی بحث ریسپشن. دوتا مهارت لیسنینگ و ریدینگمون. چرا؟ چون همونطور که ما توی بحث صحبت کردن خیلی موارد این سه تا مورد رو رعایت میکنیم و طبیعی تر صحبت میکنیم یا حتی مینویسیم، افرادی هم که دارن به صورت طبیعی انگلیسی رو صحبت میکنن توی گفتارشون از این سه تا مورد استفاده میکنن. پس اگر ما اینها رو بدونیم خیلی راحت تر میتونیم معنی و مفهوم اون جمله‌ای که داره گفته میشه رو متوجه شیم. پس لیسنینگمون هم میره بالاتر. اصلا یکی از راه‌های تقویت لیسنینگ علاوه بر بحث‌های 4 مرحله‌ای که حالا بعداً راجعش صحبت می‌کنیم که چندین مرحله به صورت متناوب گوش دادن به یک قطعه ثابته، مهمترین پوینتش اینه که شما با افزایش دایره واژگان و با تسلطتون روی بحث‌های کالوکیشن، فریزال ورب و EDM ها و اصطلاحات میتونید چانک‌ها یا عبارات بزرگی از زبان رو که یک گوینده داره میگه کاملا متوجه بشید و اون رو بیارید در اسلات یا جایگاه مشخص به خودش در اون جمله قرار بدید. بنابراین دیگه نیازی نیست به تک تک واژگانی که اون گوینده میگه جدا جدا توجه کنید و مجبور باشید که تک تک واژگان رو متوجه شید توی لیسنینگتون تا معنی و مفهوم کل اون جمله رو بدونید. این خیلی پس میتونه کمکتون بکنه. خب حالا بریم روی معرفی و شفاف‌سازی و توضیح بیشتر هر کدوم از این سه مورد. مورد اول همونطور که گفتم بحث کالوکیشن هست. کالوکیشن ها چی هستن؟ کالوکیشن ها توی فارسی خیلی وقتا به کلمات همنشین ترجمه میشن. معنیشون در انگلیسی به این صورت تعریف میشه. Collocations are the words that are frequently used together. یعنی چی؟ کلماتی که به صورت مکرر و معمول در کنار همدیگه استفاده میشن. مثلا ما توی فارسی میگیم یه نفر اشتباه کرد، اشتباه کردن. اما توی انگلیسی اگر بخوایم تحت لفظی ترجمه بکنیم برای انجام دادن دو رو ممکنه استفاده کنیم و بگیم مثلا دو میستیک که غلطه. چرا غلطه؟ چون عبارت صحیح و طبیعی برای اشتباه کردن در انگلیسی make a mistake. بنابراین ما هم اینجا با یه چانک سر کار داریم، با یک فریز و یه عبارتی سر کار داریم make a mistake که از چی تشکیل شده؟ یک فعل و یک اسم. و هم داریم با عبارتی سر کار پیدا میکنیم که زبان انگلیسی طبیعی و صحیح و اکیورت رو به ما یاد میده. پس این میشه یه مثال از کالوکیشن ها. make a mistake. Don't make a mistake. یه مورد دیگه، یه دسته دیگه از کالوکیشن ها میتونن قید و صفت باشن. مثل چی؟ مثل blissfully unaware. blissfully unaware مثلا بگیم she was blissfully unaware of the fact. یعنی چی؟ اینجا blissfully به معنی completelyه. یعنی کاملا غافل بود از اون واقعیتی که توی اون موقعیت حاکم بود. Look at them, so blissfully unaware of the implications of their wedding date. خیلی موقع ما میتونیم مثلا بگیم she was very unaware or she was completely or totally unaware. ولی وقتی شما بگید blissfully unaware و این رو بدونید، این پوینت رو بدونید و استفاده کنید توی زبان انگلیسی و مکالمه روزمرتون، خیلی طبیعی‌تر، صحیح‌تر و آتنتیک‌تر به نظر میاد و این دقیقاً همون هدفیه که اکثر زبان آموزا میخوان بهش برسن. صرف نظر از بحث گرفتن نمره مورد نظرشون توی آزمون‌هایی مثل IELTS یا حالا موارد دیگه. اصولاً اون ultimate goal یا هدف نهایی ما توی بحث یادگیری زبان اینه که بتونیم زبان انگلیسی رو یا هر زبان دیگه‌ای که به صورت هدف برای یادگیریمون در نظر گرفتیم تا حد امکان صحیح و طبیعی استفاده بکنیم که این خیلی مهمه.
بنابراین این بحث کالوکیشن هاست که ما توی ویدیوهای بعدی سعی می‌کنیم که این بحث کالوکیشن ها رو توی طبقه بندی های موضوعی معرفی بکنیم. یعنی موضوع به موضوع کالوکیشن های خیلی متداول و مهمی که استفاده میشه توی انگلیسی رو بهتون معرفی خواهم کرد و مثال‌هایی ازش میزنیم که به یادگیری شما کمک بکنه. مورد دوم phrasal verb ها هستن. phrasal verb ها چی هست؟ Phrasal verbs are verbs that consist of a verb component and a particle, which may be an adverb or a preposition. خب یعنی چی؟ phrasal verb ها یا تو فارسی افعال چند قسمتی بهشون گفته میشه. اینا افعالی هستند که از چند جزء 2 یا 3 جزء تشکیل شدن. یه جزء که فعله و یه جزء دیگه که میتونه حرف اضافی یا قید باشه. اکثر مواقع مخصوصا ما زبان آموزان ایرانی توی این بحث خیلی مشکل داریم، چون هیچ وقت به صورت کلاسیک بهش پرداخته نشده بوده و بعد میبینیم که مثلا توی یه فیلم مدام اینها تکرار میشن و ما نمیتونیم متوجه شیم که چی داره گفته میشه. چرا؟ چون توی phrasal verb ها مثل EDM ها که حالا تو مرحله بعد صحبت میکنم راجبش، معنی و مفهوم فعل هیچ ارتباطی به معنی و مفهوم اون جزء فعلی سازندش نداره. بنابراین شما نمیتونید حدس بزنید که معنی اون فعل توی اون کانتکست و اون جمله که استفاده شده چیه. مثال میزنم. مثلا ما میگیم catch up on something یا catch up on doing something. این به چه معنی؟ این معنی انجام دادن یک کار عقب افتاده ایه که حالا یه مدت زمانی طول کشیده و شما فرصت انجامش رو پیدا نکردید. Do something which you haven't done earlier. Usually because you haven't found the time to do it. Catch up on some reading. خب یه مثال دیگهش مثلا چیه؟ این موردی که مثال زدم 3 جزء داشت. Catch up on. catch اینجا جزء فعلیش بود و ما اینجا 2 جزء بعد از جزء فعلیمون داشتیم. یه مورد دیگه میتونه 2 قسمت فقط داشته باشه، مثل pull over. pull over. pull جزء فعلیشه که همونطور که میدونید به تنهایی به معنی کشیدنه و over هم اینجا حرف اضافه ماست. اما pull over به صورت یک phrasal verb معنی کنار زدن توی جاده موقعی که شما دارید رانندگی میکنید رو میده. Folks, I need you to pull over and exit the vehicle, please. پس همونطور که دیدید معنی و مفهوم pull over هیچ ارتباطی به معنی و مفهوم کشیدن نداره. بنابراین یک یادگیرنده یا زبان آموز نیاز داره که این phrasal verb ها رو به صورت جزئی توی هر کانتکست و هر موضوع یاد بگیره تا بتونه درست استفاده کنه و توی اون مفهوم وقتی که استفاده میشه متوجه بشه. مورد سومی که خیلی اهمیت داره و ما قراره که توی ویدیوهای بعدی بهش بپردازیم EDM ها هست. EDM ها چیه؟ EDMs are expressions in which the meaning is not obvious from the individual words. EDM ها اصطلاحاتی هستند که معنیشون هیچ ارتباطی به معنی تک تک کلمات سازندشون نداره، بنابراین باز هم قابل حدس نیستن. از این نظر یه بچه مشترک دارم با phrasal verb ها، ولی خب طولانی تر از اونها و فعل نیستن، میتونن جایگاه مختلفی داشته باشن توی جمله. مثلا چی؟ مثلا ما میتونیم بگیم draw the line at something. اینجا دیگه فقط با یه فعل سر کار نداریم. draw the line. The line اینجا از نظر گرامری مفعول drawه. ولی draw the line at something یه مفهوم کاملا متفاوتی از بحث draw و line داره. Draw the line at something means never do something because you think it's wrong. وقتی یه نفر یه کاری رو هیچ وقت انجام نمیده چون فکر میکنه که اون کار اصولا کار درستی نیست، مثلا قبول نداره انجام دادن اون کار رو، میتونیم از این عبارت یا ایدیم استفاده کنیم. مثلا چی؟ مثلا میتونم بگم I draw the line at cheating in a relationship. این کارها رو انجام نمیدم چون فکر میکنم که اشتباه.
but I draw the line at certain things. یا یه مثال دیگه اش میتونه این باشه have a sweet tooth. خب tooth که همونطور که میدونید میشه دندان، sweet هم شیرین. ولی خب این اگر بخواد ترجمه تحت لفظی بکنید معنی منطقی نداره. یعنی چی؟ یک دندان شیرین داشتم؟ نه اصلا مفهومی نداره. ولی در واقعیت این یک اصطلاحه به معنی دوست داشتن شیرینیجات. وقتی یه نفر خیلی اهل خوردن شیرینیجاته، like eating sweets and chocolate very much. So, as a matter of irrelevant fact, am I. Do you have a sweet tooth yourself? همونطور که دیدید این موارد که همشون هم خیلی رایج و مفید هستن توی بحث استفاده روتین و متداول زبان انگلیسی، مهمن که حتما به صورت اختصاصی روشون کار بشه و یاد گرفته بشن، چه توی بحث receptive skills reading و listening و چه توی بحث productive skills writing و speaking. مواردی مثل phrasal verb ها و idiom ها به خصوص توی بحثای محاوره‌ای زبان مکالمه روزمره خیلی خیلی بیشتر رایجن و استفاده میشن و یه مواقعی ما میتونیم بگیم که اگر کسی اینها رو روشون تسلط نداشته باشه و ندونه، عملاً شانس زیادی برای فهمیدن دقیق و کامل موضوعی که داره راجبش صحبت میشه نداره. پس خیلی خیلی مهمه و اینها شاید میتونم بگم اون بلاک هایی هستن یا اون قطعات پازل گم شده ای هستن توی بحث یادگیری زبان که خیلی کمتر بهشون توی این مدت پرداخته شده و جاشون واقعا خالیه. و یکی از دلایل اصلی که خیلی از زبان آموزا هیچ وقت نمیتونن به اون حد لازم برسن و یا مثلا از سطح اینترمدییت یا متوسط فراتر برن، به حدی برسن که واقعا بتونن توی هر موقعیتی زبان انگلیسی رو به صورت خیلی کاربردی و مؤثر استفاده بکنن، نداشتن اطلاعات و تسلط کافی روی این سه مورده. به همین دلیله که ما توی این کانال به صورت اختصاصی روی این سه مورد قراره بپردازیم و هر کدوم از این موارد رو توی تاپیک های و موضوعات مختلف قراره که راجبشون صحبت بکنیم. در آینده در راستای این سه تا موردی که قراره بهش پرداخته بشه تصمیم دارم همین موارد روی توی کانتکست سریال هایی که اکثرا سریال های خیلی خیلی پرطرفداری هم بودن استفاده بکنم و قطعاتی از اون سریال ها رو، قطعات خیلی کوتاهی از اون سریال ها رو که اون عبارات یا فریزال ورب ها یا کالوکیشن ها توشون استفاده شده رو براتون بذارم اینجا و راجبشون توضیح بدیم که بعداً وقتی رفتید اون فیلم ها رو دیدید خیلی بهتر متوجه بشید که اون جمله که گفته شده معنیش چی بوده، مخصوصا توی اون کانتکست یا زمینه خاص. خیلی ممنون که با من تا اینجا همراه بودید. امیدوارم که ویدیوهای بعدی رو هم ببینید. ممنون میشم که از همین ابتدا با من همراه باشید و سابسکرایب بکنید چنل رو و ویدیوها رو هم هر کدوم که دوست داشتید و احساس کردید که براتون مفیده لایک بزنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای بعدی هم با خبر باشید و برای دوستان و آشنایانتون هم ارسال بکنید. موفق باشید تا ویدیو بعد.